سلام رفقا، من محمد هستم. خیلی خوش اومدین به این کانال. تو این ویدیو میخوام که تو این شورت ویدیو میخوام که بهتون آموزش بدم چگونه در ماینکرافت یک زمین صاف درست کنید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. شما برای این کار میایید یه مپ کریتیو میسازید. من کریتیو سروایور فرق نداره، حالا کریتیو بیشتر به کار میاد و میایید داخل اینجا. کجا؟ اینجا. خب میزنید اینجا و اینو فعال میکنید و اینو میزنید و این رو هم میزنید که مپ دیگه ساخته بشه. خب من اینجا الان نکنید کامل صافه، زمین کاملا صافه، نکنید تا که نگید دروغ میگم، کامل صاف. خب دوستان این هم بود از این آموزش. لطفا ویدیو لایک کن و چنل منم ساب کن.